من یک چند سفرها داشتم در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، در ناحیه ونج، ناحیه درواز، عموما شهر نایا، حتی ناحیه اشکاشین، دوردستترین ناحیه. در آنجا جای کاری نیست، کارخانه صنعتی نیست. یک چند مصلحت‌ها دادم، اما را کردند. صدها، هزارها جای کاری شده است. ما و شما توت میخوریم، خوش نمیکنیم. ناحیه ونج توت صادرات میکنند، از آنجا میخرند، در شهر خوجند صدها تانه آورده کارکرد و بسته‌بند میکنند. خودشان یک دختری تاجیک در ناحیه روشام از خارج کار کرده، درآمد گرفته آمده کارخانه کرده است. در خود شهر خارو، در ناحیه اشکاشی، انگد اپلیپی خرد جمع گواری کرده، روغن کرده و بنیاد برای سلامتی انسان پایداش کلان. جای کاری شده است، از چیز طبیعی جمع آوری کرده، کار کردن خورد. 10-20 کس کار میکند، یکی 10-20 عائله صاحب نان. از محصولات خودی طبیعی از یک آنجا نمیبرند، از خارج نه اونقدر تکنولوژی قیمت است. یا که دیگر میوه‌های بدخشان کارکرد کرده به خارجه، از بدخشان صادرات کرده ایستادن، از داخل کوههای سر به فلک. در شما پوسیده خواب است. میوه سبزوات من در نظر دارم، زردآلو شهریتوز و قبادیان و دیگر جا اگر کارکرد کنیم و 10 برابر درآمد بیشتر میگیرن. جای کاری میشه. ما خواهیم شدت مهاجرتی ملتی را پس کنیم، با همین راه است. چگونه غمخواری میکنیم در حق مردم؟ ما شما را برای چی تعیین کردیم در این وظیفه؟ رئیس شهر نایا کدامش نکرده است، نمیتواند، جا را خالی میکند. عموما از سیستم خدمتی دولتی